رفقا سلام، چطوری؟ امیدوارم خوب باشید. ببینید امروز اومدم با بررسی این دستگاه دریل واگن. پس تا آخر ویدیو همراه من باشید. این دستگاه دریل واگن هست که همینجا ساخته شده، کلا با دست ساختن، همین سابکار خود ما ساخته و کلا 5 تا جک به کار رفته، یعنی به کار بردن، و 2 تا پمپ هیدرولیک یا همون هیدروموتور. از جک ها شروع کنیم. یه دونه جک این زیر داره، ببینید این جکش، این مال همین دکل و اینا، همه اینا رو میبره بالا. ادوات این دکل و این پمپ، همه جک بقیه‌شو این میبره بالا دیگه، مثل جک بالاور بیل مکانیک عمل میکنه. بعد یه دونه دیگه این بغلش هست، ببینید این تهاش هم به این صورت است. تهش چارچخ مانند بستن که این بر اون بر میتابه. از سرش هم همینطوری به همین صورت ببینید. بعد این یکی جک هم مثل گردون و بیل عمل میکنه. وقت خواستن اینجا، الان ببینید الان که اینجا گذاشتن، وقت خواستن یه نیم متر این برتر یا اون برتر بذارن، با این جک کنترل میکنه. این جک کارش همینه. بعدش یه دونه دیگه جک اینجا داره، ببینید این جک زرده. بذارید برم از اون بر ببینم نور بهتر نیست، الانم آفتاب میزنه، از این بر بد نیست. اینجا میبینید جک زرده، کلا اینا هی زاویهش تنظیم میکنه رو به عقب و جلو. یعنی وقت خواسته یه جا گذاشتن که ذره پشت تراکتور مثلا بالا باشه، این جلوش پایین، با این میتونن زاویهش تنظیم کنن. بعد یه کار دیگه هم که این میکنه، وقتی خواستن این تراکتور رو ببرن یه جای دور، این جک ها جمع میکنن، این کلا این دکل و اینا میذاره اینجا روی این لاستیکی که اینجا میبینید، اینجا میذاره به این صورت. بعد دوباره یه دونه جک دیگه اینجا داره، این هم زاویهش تنظیم میکنه، زاویه همون کله را. بعد رو به سمت چپ و راست، وقتی از این بر نگاه کنید، این دیگه زاویهش رو به چپ راست تنظیم میکنه. اینی که اینجا بود، اینی که این بغل اینجا بود، این فقط این بر و اون بر میذاشت، ولی اون زاویهش فقط تنظیم میکنه. دوباره یه دونه جک دیگه اینجا داره، اون بالا داره، ببینید اون بلنده، از همه جکا بلندتره. اون دیگه فقط همین کله را بالا پایین میکنه. این کشوی هست، ببینید اینجا مثلا نور اصلا خوب نیست امروز. یه دونه ویدیو دیشب ضبط کردم که اون اصلا نبود، بعد کار اومدم الان میخواستم، گفتم الان بهتر باشه، اینم بدتره. بعد ببینید اینم کشوی هست، اینطوری کشوی هست. 6 تا پیچ این پایین داره، 6 تا دیگه اون بالا. اینا دیگه هی میبره با بالا پایین، همین جک میبره به این صورت. ببینید این جک فقط همین کشوی رو میبره بالا. تای جک هم به اینجا بسته میشه. اینجا ببینید این تای جک هست، پی میشینه. بعد بالاش هم به اونجا وصله. بعد این کشوی 6 تا پیچ این برداره، 6 تا اینجا. این لبه که میبینید اینجا هست. بعد این آهن از روی لبه به این بر رد شده و اینجا ثابت میکنه اینو دیگه. ای برای بالا پایین بردنش خیلی بازی نکنه، تکون نخوره، این نگرش میداره. دوباره این پمپ ها همون هیدروموتور 2 تا هستن. یکی ببینید اون بالا سر این مته هست، به اونجا وصله، اون بالا. بعد یکی دیگه هم اینجا هست. اینی که این پایین هست، اون که کلا اینو با اون پمپ میبره بالا میاره پایین. این پمپ، این مته و سر مته و اون پمپ ها همه اینا را این میبره بالا، زنجیر بهش وصله، ببینید. و اون یکی که اون بالا هست اینو میتابونه، فقط این یکی رو میتابونه، این راد و این همه اینا را این میتابونه. تهش هم ببینید به این صورت هست. اینو از اینجا رد کردن، اینقدر جا بازی هم داره، یعنی باید داشته باشه، بعض وقتا فکر کنم احتیاجه. بعد این آهن هم اینجا جوش دادن، وقتی خواستم باز کنن این آچار میارن، 2 تا آچار با رادار رو عوض کنن. این طرز کار کردش رو گذاشتم، ویدیوش هست، الان میذارم لینکش بالا میاد، میتونید ببینید. بعد این همه اینا را اینجا از اینجا کنترل میکنن. این جک ها هم 5 تا جک و با اون 2 تا پمپ از اینجا کنترل میکنن. ببینید این 5 تا لیوری که این بر هستن، اینا این 3 تا با این 2 تا
مال جکا را کنترل میکنه، این یکی هیچی، اینا هیچی بهش نبستن، همین جوریه. بعد این سه تا با این دوتا جکا را کنترل میکنه، این 5 تا. بعد غیر از این 5 تا لیور، این دوتا هم اینجا هستن. این یکی مال همینه که زنجیر رو میبره بالا پایین، بعد درجه فشارش از اینجا تنظیم میکنن، چون وقتی میخوان بذارن پایین بره پایین، درجه فشارش رو میذارن کمتر بشه، یعنی خیلی زور نزنه، این جلوش بیاد بالا، هی اذیت تکون زیاد بخوره. اینا از اینجا فشارش رو تنظیم میکنن، بعد میذارن که بره پایین. ببینید وقتی اینجوری بذارن میره پایین، این برم که بذارن میبره بالا، موقعی راد عوض کردن. بعد این یکی هم که راد میتابونه، این همین با این فشار شکنه، این دیگه خودش وصله دیگه، دست نمیزنه، یعنی رو تنظیم یک حالتش هسته. این بر میزنن میره بالا، اینم گیر میکنه، ببینید به این حالت، اینم گیر میکنه. ولی بعد اینم به اینم برگیر میکنه، اما اینا دیگه گیر نمیکنه، اینا دیگه برمیگردن جای خودش. بعد برای تابوندن، برای به کار انداختن اینا به پمپ روغن نیاز دارن دیگه. پمپ روغن هم این بره. این دوتا شلنگی که اینجا مشاهده میکنید، اینا یکیش رفته از پمپ میاد به این بر، یکیش هم برگشته که میاد دوباره به تانک هیدرولیکی این پشت هست. برگشتش میاد اول به اینجا، از این شلنگ میاد به اینجا رادیاته، اما باد بهش وصل نیست، اما بازم فکر کنم خنک بکنه. بعد برمیگرده میره تو این تانک هیدرولیکی اینجا هست. اینم از اینجا هم حجم روغن نشون میده، ببینید اینقدر روغن توش هست الان. اینا تو جکای هم هست. بعد اینا پمپش هم به اینجا وصله. این یه دونه خروجی پشت تراکتورها هست، معمولا بیشتر تراکتورها داره، به این وصل کردن. ببینید اینجا پمپش به اینجا وصله. بعدم پمپ این با پمپ همین کمپرسور ماشینا هیچ فرقی نمیکنه، با همون پمپا یکیه. تانک هیدرولیکی این بالا این هست، بعد شیر بستن که موقعی که خواستن این موقع تعمیرات چیز داشتن شیرا ببندن که روغن نریزه. بعد میاد به اینجا به پمپ، از پمپ هم که اینه پمپ، از پمپ هم دیگه پمپ میکنه میره برای همون تقسیم لیورا. بعد این شننگی که میبینید، این شننگ بزرگه مال هوا هست، بادی که از کمپرسور میاد اینجا، بعد بیاد اینجا، این بیشترش هم یعنی این با کلا این دریل واگن هم با باد کار میکنه هم با روغنی که هست فقط میتابونه، اینا رو میبره بالا میاره پایین. روغن بیشتر کارا ایناشو انجام میده، اما بادی که هست اون پایین تقه میزنه. اینا از اینجا به پایین، اینی که میبینید تا اینجا کلا یه داستان خودش، یه سلندر داخلش هست، یه پستون داخلش هست، هی این تقه میزنه، در حینی که میتابه هی تقه میزنه، بعد میره رو زمین، وگرنه که این خالی با تابیدن نمیره. بعد این خاکاش هم دیگه باد میریزه بیرون. ببینید اینا که الان اینجا هست، اینا همش از زیر زمین اومده بالا، اینا همه چالا را که زدن میبینید خاکاش اومده بالا. بعدم متهایی که عوض میکنن، یعنی اون یه دونه که روش هست، یعنی آخرین مته به پایین میشه دیگه، یا اولین مته که به همین سر مته وصله، اونا باز نمیکنن، اون از همش بلندتر، اگر اشتباه نکنم 3-4 متره هست، اون دیگه ثابت هست. ببینید همین. ولی اینا نه، اینا 2 متره هستن. موقعی که چالا زدن تا ته رفت دیگه، وقت چال تموم شد میارن بالا، این دوتا رو باز میکنن. حالا طرز کارش کلا هست دیگه، میتونید ببینید. بعد یادم رفته بوده اینا رو بگم، این شاستی ها ببینید، این کلا از جلو به تراکتور وصله. 4 تا پیچ اینجا داره، 4 تا پیچ این بر، ببینید 4 تا هم اون بر، 8 تا پیچ جلویش بسته هست. دوباره عقبم میاد تا این وسط، تا این کمر تراکتور میشه تقریبا. اینجا هم دیگه 4 تا پیچ به گیرو بوکس تراکتور وصله. بعد 2 تا پیچ مهره از بالا اینو میگیره دیگه، کلا 4 تا پیچ پایین اینا میگیره، این تکه آهن میگیره. بعد 2 تا دیگه هم این کلا این بالایی را میگیره. این هم که گذاشتن وسط تراکتور، این وقت دکل میارن میخوابونن، میخوابه روی این دیگه. بعد روی لاستیکای عقبم از این وزنه ها اضافه کردن، ببینید این وزنه ها را اضافه کردن، هر طرف 5 تا، هر اون طرف هم 5 تا هست، این طرف هم، برای اینکه این دکل که جلو هست، این دریل واگن که اصلا سنگینه، اینا دیگه وزنش تنظیم میکنه یه جورایی. بازم میگن سنگین هست، یه ذره که یه بره باشه کلا تراکتور خیلی بازی میکنه و اینا.
اون دو تا شلنگی که میبینید اون مال پمپه که میتابونه، این رادا میتابونه، این راد شاپتا میتابونه. بعد این یکی بزرگ کلوفترش مال باد هست. باد اینم این کمپرسور تامین میکنه. این کمپرسوری که اونجا هست مشاهده میکنید، اون کمپرسور رو به یه جای ثابت میذارن، بعد شلنگ بلند بهش وصله که تراکتور رو فقط جابجا میکنه. مثلا اینجا گذاشتن کل این محوطه رو فقط تراکتور رو میبرن دیگه، کمپرسور رو نمیبرن. کمپرسورش هم اینه دیگه، باد تامین میکنه. یک کمپرسور 6 سیلندر کاترپیلار، موتور کاترپیلار روش هست. اگر خواستید کامنت بذارید تا بررسی اینم بذارم. بعد وقت روشن میکنن تو حالت کار که میذارن، این درجه میبینید درجه PSI نشون میده، یعنی بین 150 تا 200 PSI باد تولید میکنه. حالا بارش نمیدونم چند بار میشه، معادلش به بار نمیدونم، ولی بین 150 تا 200 PSI باد تولید میکنه. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر اینطور بود حتما ویدیو رو لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید. اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد حتما کانال من رو سابسکرایب کنید، چون من تو کانالم کلی ویدیو از ماشینالات سنگین گرفته تا سبک، همچنین از آموزش رانندگی تا آموزش تعمیرات، همه اینا را میذارم. مرسی که تا اینجا همراه من بودید. خدا نگهدار تا ویدیوی بعدی.